سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهشید هستم از گروه اقامت دائم کاما در خدمتتونم. میخوام امروز با شما در مورد ناک صحبت بکنم. واژه ناک واژه‌ای که فکر میکنم همه دوستان عزیزی که پا گذاشتن به کانادا یا به فکر اومدن به کانادا هستن این واژه رو شنیدن. واژه ناک مخفف National Occupation Classification هست که به تقسیم بندی استات کانادا یا آمار کانادا یا دولت کانادا گفته میشه برای مشاغل. توی کانادا مشاغل، تمامی مشاغل کل دنیا به 6 طبقه یا تیر تقسیم میشن. ما تیر 0 داریم یا طبقه 0 که طبقه مدیریت هست، مثل فاینانشال منیجر، مثل مدیر رستوران، مثل مدیر شرکت، حتی مثلا CEO هم تیر 0 هست. بعد میریم تیر 1. تیر 1 یا طبقه 1 مشاغلی هستن که بابتش فرد باید حداقل تحصیلات کارشناسی دانشگاه رو داشته باشه، از جمله معلم، استاد دانشگاه، پرستار، دکتر، مهندس. تمام اینها تیر 1 هستن. تیر 2 میشه مشاغلی که مشاغل فنی هستن یا مشاغل ترید، مثلا مثل نجار، مثل لوله‌کش و مشاغل تکنسیانی، مثلا تکنسین کامپیوتر یا تکنسین آزمایشگاه. همچنین مشاغل سوپروایزری هم توی تیر 2 قرار میگیرن. از نظر دسته‌بندی کانادا این مشاغل برای اینکه فرد بتونه اینها رو انجام بده باید حداقل کالج دیپلم داشته باشه. میریم طبقه 3 یا تیر 3 که دسته دیگه مشاغل تکنسیانی و دستیاری هست، مثلا دستیار پزشک، دستیار دندون پزشک، و همچنین دسته دوم مشاغل فنی رو ما اینجا داریم. یه سری از مشاغل ترید مثلا مثل قناد و آشپز هم توی این تیر قرار میگیرن که برای این هم فرد نیاز داره که حداقل تحصیلات کالج رو داشته باشه. از تیر 0 الی 3 مشاغل به عنوان مشاغل تخصصی حساب میشن یا اون چیزیه که ما به صورت عامیانه بهش میگیم شغل ناکدار، که البته این واژه کلا اشتباهه چون همه مشاغل ناک دارن. تیر 4 و تیر 5 اون چیزیه که ما عامیانه بهش میگیم کار جنرال. تیر 4 مشاغلیه که فرد بابت انجام دادنش نیازه که دیپلم دبیرستان داشته باشه و مثالهاش مثل فروشنده مغازه، همچنین پرستار سالمن یا کودک در خانه است. تیر 5 هم مشاغلیه که کلا هیچ گونه تحصیلاتی نمیخواد و اصولاً ورچرها یا ارزم به خدمتون کارگر ساده یا حتی مثلا راننده تاکسی توی این لول قرار میگیره. این صفحه‌ای که مشاهده میکنید که لینکش در پایین این ویدیو براتون گذاشته میشه، شما میتونید تمامی این مشاغل رو، یعنی هر شغلی که تو دنیا وجود داشته باشه رو توی این 51 صفحه‌ای که اینجا هست مشاهده بکنید به ترتیب از تیر 0 تا تیر 5 که بتونید شغل خودتون رو پیدا بکنید. حالا اینجا یه سوالی به وجود میاد: از کجا شغلتون رو بدونید چه ناکیه؟ یه نکته مهمی که در مورد ناک وجود داره اینه که از نظر اداره مهاجرت عنوان شغلی یک سمت قرار میگیره، سمت دیگه شرح وظایف شما هست. برای پیدا کردن ناکتون باید شرح وظایف خدماتی که انجام میدین تو اون شغل رو جلوتون روی کاغذ بنویسید و بعد با اون چیزی که توی ناک نوشته شده مقایسه بکنید. اگر 80% اون شرح وظایف رو شما انجام بدید میتونید ادعا بکنید که اون ناک شماست. خب یه سری از ناک‌ها بسیار خیلی راحت هستن، خیلی مستقیم، بدون هیچ مشکلی ما میتونیم اونا رو پیدا بکنیم. برای مثال قناد، هر کسی که قناد باشه خیلی راحت میدونه که ناکش چی هست و میتونه اونو سرچ بکنه و ببینه.
این وبسایتی که ناکش رو آدرسش رو هم خدمتتون در انتهای ویدیو قرار میدم برای جستجو کردن ناک شغلی و بعدن خوندن شرایط اون پوزیشن شغلیه. اما تایمی هستش که فرد دقیقاً نمیدونه که ناکش چیه. اون وقت چیزی که من توصیه میکنم اینه که توی گوگل عناوین مختلف رو سرچ بکنید. یعنی سرچ بکنید ببینید نزدیکترین ناکی که به شما میخوره چی هست. برای مثال من مثلا مینویسم financial چند تا کلید واژه مینویسم accounting and bank و کنارش هم واژه ناک رو میذارم. اینجوری توی اون هیت هایی که گوگل بهتون میده میتونید یک ایده ای از عناوینی که از نظر اداره مهاجرت توی اون ناک میگنجه رو شما پیدا بکنید. برای مثال با این کلید واژه هایی که من دادم احتمالاً برداشت من از اون پوزیشن شغلی حسابدار بوده که اون وقت ناک حسابدار رو به من نشون میده. دقت بکنید که ناک 2021 که آپدیت ترین ورژن ناک هست پوزیشن های شغلی 5 رقمی هستند، برخلاف ناک های قبلتر که 4 رقمی بودن یا در وسطشون خط تیره یا نقطه داشتن. به این باید توجه بکنید. خب بعدش شما اون ناک رو باز میکنید و کاری که انجام میدید این هستش که شرح وظایف اون پوزیشن رو برای مثال مطالعه میکنید. برای مثال من اینجا قبلتر اومدیم با هم دیگه سرچ کردیم، من قناد رو زدم. اینجا شما میتونید اون ناکی رو که حالا سرچ کرده بودید، چه تو گوگل سرچ کردید عنوان درستش رو پیدا کردید، چه توی وبسایت سرچ کردید و الان کدش رو پیدا کردید، شرح وظایفش رو بخونید. خب هر پوزیشن شغلی چند تا شرح وظایف داره. همونطور که گفتم اگر شما 80% رو انجام بدید واجد شرایط این هستید که ادعا بکنید اون ناک شماست. در پایینش شرایط استخدام شدن توی اون شغل نوشته شده. بعضی از مشاغل تیر 1، تیر 2 و تیر 3 لازمه انجام دادنش داشتن لایسنس هست از اون رگولیتری بادی یا نظام اون شغل در هر استان. مثالش پزشک و پرستار خب خیلی راحت به ذهن میرسه. همچنین بسیاری از فیلدهای انجینیرینگ هم به همین صورته که داشتن لایسنس برای انجام دادن بعضی از اون شرحهای وظایف اجباره. الان اینجا رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که برای قناد نوشته که ترید سرتیفیکیت موجوده ولی انتخابیه. توی کدوم استان‌ها؟ توی استان نیوفاندلند، نوواسکوشیا، پرنس ادوارد آیلند، نیو برانزویک، کبک، اونتاریو و آلبرتا و همینجوری بقیه استان‌ها رو هم نام برده. برای بعضی از مشاغل مینویسه که داشتن لایسنس اجباریه. بریم با هم دیگه یکی از اونهایی که داشتن لایسنس توش اجباری هست رو نگاه بکنیم که شما متوجه منظور من بشید. برای مثال اینجا دندون پزشک رو نگاه میکنیم که مینویسه تو کدوم، البته این تو تمام استان‌ها اجباری هست ولی کجاها بر فرض اجباری گرفتن لایسنس این پوزیشن شغلی. متاسفانه همیشه وبسایت ناک تأخیری توی آماده آوردن صفحه داره. برگردیم عقب. خب ما اینجا میایم پایین شرح وظایف‌های مختلف رو میبینیم. نوشته که داشتن این سرتیفیکیت بورد همچنین لایسنسینگ استانی اجباریه. شما اینو توی ادیشنال اینفورمیشن یا employment requirement اون پوزیشن شغلی میتونید ببینید. برای مثال یکی از مشاغلی که تو بعضی از استان‌ها داشتن لایسنسش اجباریه هیر استایلیسته. اگر اینجا با هم دیگه نگاه بکنیم هیر استایلیست و باربرز، اینجا میبینیم که عناوین مختلفی داره. هر ناک ممکنه چندین تا عنوان داشته باشه که روی اگزمپل تایتل بزنید عناوین مختلف رو بهتون نشون میده، شرح وظایفش رو نشون میده و بعدن امپلویمنت ریکوایرمنت رو مینویسه. اگر یه نفری بخواد ادعا بکنه که هیر استایلیست هست، برای اینکه بخواد توی استان نوواسکوشیا، اونتاریو، منیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا کار بکنه باید ترید سرتیفیکیت یا اون مدرک و لایسنسینگ رو داشته باشه. اما اگه بخواد توی نیوفاندلند، پرنس ادوارد آیلند، نیو برانزویک، کبک و بی سی یا یوکان و مناطق شمالی کار بکنه داشتن این لایسنسینگ بهش اجباری نیست.
از اون طرف باربر رو میبینیم که میبینیم که داشتن ترید سرتیفیکیت فقط توی اونتاریو اجباریه و توی مثلا استان یوکان اجباری نیست و بقیه استانها رو هم ننوشته. این شکلیه که شما شرایط داشتن اون شغل رو میتونید بسنجید. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما باید بر اساس عنوان شغلیتون، شرح وظایفتون و اون مدرکی که برای اون پوزیشن شغلی دارید ادعای یک ناک رو بکنید. برای مثال اگر یه پوزیشن شغلی وجود داره، مثلا استاد دانشگاه، و برای این پوزیشن شغلی میطلبه که فرد حداقل تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، شما نمیتونید این ناک رو بدون داشتن تحصیلات مرتبطش کلیم بکنید. پس به employment requirement های اون پوزیشن شغلی دقت بکنید. اما یه حالتی وجود داره که فرد برای پوزیشن تکنسیانی، یعنی مثلا یک مهندس کامپیوتر داریم که تو ایران مهندس کامپیوتر بوده و توی کانادا به عنوان کامپیوتر تکنولوژیست، نتورک تکنولوژیست استخدام شده. این پوزیشن تیر 2 هست. برای همچین پوزیشنی ورودی ناک نوشته شده که فرد باید حداقل کالج دیپلم داشته باشه. اما یک نفری که مهندسه مدرک حداقل کارشناسی مهندسی رو از ایران گرفته. آیا این باعث میشه که برای اون شغل الیجیبل نباشه؟ خیر. حداقل مدرک رو شما داشته باشید، برای انجام اون شغل الیجیبل هستید. لازم نیستش که سطح اون باشید، میتونید سطح بالاتر باشید. امیدوارم که این ویدیو کوتاه به دردتون خورده باشه. اگر سوال دارید توی پیدا کردن ناکتون مشکل دارید، میتونید با ما ارتباط بگیرید. اگر سوال دارید در مورد پیدا کردن مناسب ترین برنامه اقامت دائمتون، با ما در تماس باشید تا بتونیم با همدیگه یک برنامه مناسب و خدمت شما پیدا کنیم. شب و روزتون خوش.